مرسی. درود بر شما عزیزان. در این قسمت اسلحه بایکال کالیبر 410 رو میخوام براتون یه توضیحی بدم راجبش. اسلحه خیلی سبکیه. خدمتتون عرض کنم که خب این قنداق کوچیکی داره. برای کسی که جثه کوچیکتری دارن تفنگ خیلی مناسبیه. خیلی ها فکر میکنن که اسلحه های کالیبر 410 شاتگان خطر نداره، یا اینکه مثلا باهاش نمیشه شکار زد، یا مثلا اسباب بازیه. در صورتی که واقعا اینطوری نیست. همونطور که من عرض کردم خدمتتون، اکثر شاتگان ها به خاطر تنوعی که توی فشنگ ها وجود داره، شما میتونید با فشنگ های مختلف به اون اندازه‌ای که میخواین از اون شاتگان استفاده بکنید. مثلا اینجا الان من یه فشنگ کالیبر 410 یا 36 بهش میگن، مثلا کالیبر 12 اینو میگن 36. من اینم نشون بدم چون یه باره که دوستان گفته بود 36 دیگه چیه. ببینید کالیبر 36 و 410. ببین مثلا الان این فشنگ 3 گرمیه، یعنی 6 گرم ساچمه توشه. شما همین فشنگ کالیبر 36 یا 410 رو میتونید 24 گرمیش رو هم پیدا بکنید. خیلی سنگین تره. من حالا نمیدونم دارم یا نه. بذار اینو اگه دارم نشونتون بدم. ببینید این الان همین کالیبر 36 یا 410 یا حالا فلوبرت بهش میگن. ساچمه 8 میلیمتر داره و 24 گرم فشنگ دیگه به این اندازه هست و قدرتش کاملا با این میشه کپک هم انداخت. یعنی برای شکار کپک، شکار کبوتر وحشی، شکار بلدرچین، تیهو، اینا این کاملا اون کار رو انجام میده. البته خب لگدش هم همونقدر زیاده دیگه. بنابراین این نیستش که اگر شما کالیبر 36 داشته باشین فکر کنید که حالا اسباب بازی رو نمیشه ازش استفاده کرد. خوبیش اینه که خیلی سبکه. البته اینا دلولش هم هستش. کالیبر 36 رو شما میتونید دلولش هم پیدا بکنید. من حالا اگر باشه حتما براتون ویدیوشو میگیرم. خدمت شما عرض شود که این سلاح بایکال MP18 MM هست مدلش و دیگه اصلا هست دیگه، از خود شرکت نمایندگی بایکالیجه گرفتیم و مگنوم هم هست. یعنی اون فشنگ هم توش قرار میگیره. فشنگ 76 میلیمتری هم توی خزانش میتونید بذارید و خیلی خوبیش اینه که اصلا با یه دست هم میشه تیراندازی کرد. ببینید زامنش اینجاست. اینجا میشه دارم ویدیو میگیرم. الکس اونجا وایسا. الکس فارسی نمیدونه. البته پدرش ایرانیه ولی فارسی نمیدونه، برای همین متوجه نبود که دارم ویدیو میگیرم. خدمتتون عرض کنم که اینجا زامنش هست. از اینجا زامن باز و بستش هست. این به این حالت باز و بسته میشه. همه بایکالای خورده اولش صفر. این سلاح شلیکی خیلی باش نشده و خیلی راحت هم از اینجا باز و بسته میشه. یعنی شما بچه قنداق رو باز میکنید، لول رو باز میکنید و خیلی کوچیک جمع و جور میتونید بذارید و دوباره ببندینش. و حتی یه دستی هم واقعا میشه باش تیر انداخت. خیلی سبکه و واقعا لگدش کمه. یعنی من این سلاح بایکال رو به بایکالای واقعا دلول کالیبر 12 از خیلی جهات ترجیح میدم، به خاطر اینکه خیلی سبکه، راحت باز و بست میشه، لوله خیلی مقاومی داره، فیکس چوک هستش و شما حتی قنداق اینی خورد دستکاری بکنید راحت میشه استفاده کرد. البته سلاح‌های کالیبر 36 410 رو بیشتر
برای کسایی که تازه تیراندازی رو شروع کردن و برای کسایی که حالا لگد، مثلا من یه شکارچی رو دیدم میگفت من قلبم رو عمل کردم، دکتر گفته که لگد اسلحه نباید به قلبت بخوره، به سینت زیاد فشار بیاره، برای همین لگد که به قلب به سینت نباید فشار بیاره. برای همین مثلا با فلوبرت یا همین کالیبر 410 36 تیراندازی میکرد و واقعا هم تو اون روز اون فکر میکنم 4 تا کپک رو جلو چشم ما قشنگ زد و خیلی هم شکارچی خوبی بود. به هر حال اگر بدونید درست ازش استفاده بکنید، فشنگ مناسب استفاده بکنید، حتی من باهاش اسلاک هم شلیک کردم، واقعا توی 50 متر رو به هدف میخوره و وقتی اسلاگ میذارین مثل یه رایفل، مثل یه گلوله عمل میکنه. خلاصه که من دوستش دارم دیگه. جمع و جور کوچیک، قیمتش هم توی اروپا حدود 200 یورو هست. 200 یورو الان فکر کنم به پول ایران میشه مثلا 12 میلیون تومان. نوع خشکش و چوبش البته چوب گردو نیست، این نمیدونم چوب روسیه، ولی با این حال سلاح بسیار مناسب و خوبی از خیلی ها میگیرن اینو میبرن به صورت تفنگ کمری ازش استفاده میکنن، ولی من دوستش دارم. امروز هم آوردم که الکس باهاش تیراندازی بکنه با همین فشنگای 3 گرم 6 گرمی، چون سبکه دوست داشت که تیراندازی رو تجربه بکنه. با پدرش اومدیم اینجا که تیراندازی کرد. به هر حال خواستم اینو نشونتون بدم. راجع به شکار کبوتر بازم با هم صحبت خواهیم کرد. دم همگی گرم. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید. برمیگردیم. خب عزیزان، همونطور که ملاحظه فرمودید روز دوم هست که ما برای شکار کبوتر وحشی، فسا، فاخته یا اسمای مختلف بهش میگن، به یونانی بهش میگن فسا، به انگلیسی بهش میگن وود پیجن، اومدیم. ولی خب برای شکار کبوتر وحشی شما باید مهمترین مسئله که رعایت بکنید اینه که حتما استتار کامل داشته باشید، به خاطر اینکه از فاصله بسیار دور کوچکترین حرکت شما رو این پرنده میبینه، بسیار باهوشه، مسیرش رو تغییر میده و میبینید که از این طرف و اون طرف شما رد میشن و انقدر فاصله زیاده که نمیتونید بهش شلیک بکنید. به هر حال چیزی هم که خیلی مهمه، این عروسک هایی هستش که دیکوی بهش میگن، میذارن برای اینکه بتونید در از کبوتر از بالا میبینه، گول میخوره، فکر میکنه که کبوترهای دیگه نشستن اونجا و دارن دونه میخورن و میاد پایین و بعد اگر شما در استتار باشین میتونین راحت بهش شلیک بکنید. استتار خیلی مهمه عرض کردم و فشنگی هم که استفاده میکنین معمولا باید فشنگ قوی تری باشه، همون فشنگ که برای کپک استفاده میشه ولی تو برد بیشتر. مثلا من خودم فشنگ 33.5 34 گرم شماره 4 و 5 استفاده میکنم، ساچمن شماره 4 و 5. مگنوم ولی استفاده نمیکنم چون لگدش زیاد میشه، اصلا لازمم نیست. منتها اگر بخواید شماره 6 و 5 و 7 و اینا استفاده بکنید، حیوان ممکنه زخمی بشه ولی نمیفته و دستون به شکار نخواهد رسید. این هستش که حتما این موضوع رو رعایت بکنید. این هم که ما نشون نمیدیم شکار رو به خاطر اینکه یوتیوب ایراد میگیره و عزیزانی که خواستن بدونن ما چند تا شکار کردیم و چند تا زدیم و چند تا شکار میکنیم، بالاخره با هر دفعه میایم. البته من خودم آدمی نیستم که واقعا برام مهم باشه که چند تا میزنم، به خاطر اینکه از گوشتش خودم استفاده نمی کنم. واقعا میایم برای کوهنوردیش و پیاده رویش و تو طبیعت بودنش بیشتر. با دوستان دیگه میام، اونا بیشتر شکار میکنن، من سعی میکنم که حالا اگه بشه ویدیویی بگیرم، اطلاعاتی بگیرم
و با بقیه همراهی بکنم، وسطش هم شاید تارگتی دیسکی چیزی پرتاب کنیم و بزنیم. من خودم علاقم بیشتر شکار کپک و بلدرچین و قرقاول هستش، ولی به هر حال دوستان دیگه علاقه دارن میان تیراندازی هم میکنن. به هر حال شکار را اگر قانونمند انجام بدید همیشه به طبیعت کمک کردید، اگر غیر قانونی باشه و غیر مجاز به طبیعت لطمه زدید. این رو فراموش نکنید و شکارچی هم قاتل نیست دوستان. اونایی که شکارچی ها رو نفرین میکنن، شکار یک ورزش قدیمیه، از میلیون ها سال انسان انجام میداده، ولی شکاری انجام بدید که ازش استفاده کنید. یعنی من اگر که گوشت شکار رو استفاده نمی کنم واقعا شکارش هم نمی کنم. زیاده روی هم ممنوع. به هر حال هر کشوری قانونی داره. بیشتر بعداً راجع به قوانین شکار در اروپا با هم صحبت میکنیم، مقایسهش میکنیم با قوانین ایران و راجبش حرف میزنیم، بررسیش میکنیم. اگر نظری داشتید و دوست دارید راجع به موضوعاتی با هم دیگه صحبت بکنیم حتما برام کامنت بگذارید. فعلا دمتون گرم تا ویدیوی بعدی.